برای ما بازی نهنگ آبی میسازن، مرتی که ما خودمون نیسان آبی داریم. اندازه نصف جمعیت روسیه کشته گرفته تا حالا از ما. به نهنگ آبی برای ما میسازی؟ و توجیه سازنده این بازی در روسیه اون جوونه خوشفکر به حساب خودش چی بوده؟ گفته انسان‌های بیکار و علاف شایسته مرگن. این بازی برای ایران نیست. اگه برای ایران باشه نسل‌کشی باید بشه. برای جاهایی که همه سر کار و عکس‌هایی که از خودشون در همین صفحات خودشون میذارن. من تعجب میکنم چطور این پولدارا کجا میرن این سواحل به این قشنگی که ماسه های سفید، ریگ های رنگی، آبی دریا، عکس که میگیرن بک‌گراندش اوناست. و وقت ما عکس میگیریم پشت سرمون پوست خربزه، پوست پفک، پوشک و نوار کاست. اینا